به نام خدا، با سلام. من رضا کیانی هستم. امروز 6 شهریور 1403 هست. در این ویدیو میخوام صحبت بکنم در رابطه با حجم مبنا، اینکه حجم مبنا چرا، به چه دلیل توسط مسئولین بازار سرمایه ایران ابداع شد، چه زمان این اتفاق افتاد، چرا این اتفاق افتاد و اصولا با چه فرمولی داره حجم مبنا محاسبه میشه و دلیلش چی بود که مسئولین بازار سرمایه به این نتیجه رسیدن نیازمند یک چنین ابزاری برای کنترل نوسانات در بازار سرمایه ایران هستند. محاسبه حجم مبنا در بازار سرمایه ایران برمیگرده به سال 1382. در این سال بود که حجم مبنا توسط مسئولین وقت بازار سرمایه ایران ابداع شد و پا به عرصه بازار سرمایه ایران گذاشت. در اون زمان هنوز سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس و اوراق بهادار تهران به وجود نیامده بودند. این دو نهاد ناظر و مجری تجمیع بودند در سازمانی تحت عنوان سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران که در ساختمان نوستالژیک حافظ در خیابان حافظ تجمیع بود. داشت فعالیت بازار سرمایه و بورس تهران در اون ساختمون انجام میشد و نفر اول بازار سرمایه ایران در اون زمان دبیر کلی بود که مسئولیت سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران رو به عهده داشت. پیش از سال 1382 جناب آقای دکتر میر مطهری سکان‌دار هدایت بازار سرمایه در ایران بودند و خب اقدامات خیلی خوبی هم در زمان ایشون انجام شد تحت هدایت ایشون. در سال 1382 جناب آقای دکتر عبدوی تبریزی سکان هدایت بازار سرمایه را از جناب آقای دکتر میر مطهری تحویل گرفتن. هر دو عزیز، هر دو بزرگوار اقدامات بسیار مؤثر و خوب و مهمی رو برای بازار سرمایه ایران انجام دادن. بازار سرمایه ایران مدیون به هر دو عزیز و بزرگوار، ولی خب رویکرد این دو فرد، این دو بزرگوار با همدیگه متفاوت بود و بر اساس رویکردی که داشتن در هدایت و مدیریت بازار سرمایه روندهای متفاوتی رو هم رقم زدن برای بازار سرمایه ما. قبل از سال 1382 اجازه بدید سال 1378 رو ببینیم روند بازار سرمایه چطور بوده. همینطور که میبینید بازار یک بازار به شدت سعودی بوده در سال 1378. اون زمان خب بازار عمق بسیار کمتری داشت، تعداد شرکت‌های کمتری در بازار حضور داشتن، اصولا آنلاین تریدینگ که نداشتیم، خبری از صندوق‌های سرمایه گذاری نبود، خبری از سبدگردان‌ها نبود، تعداد شرکت‌ها بسیار کم بود. کارگزاران خب اصولا شرایط خیلی متفاوت رو داشتن، فعالان بازار به شدت کمتر از الان بودن، بازار سرمایه و بورس به شدت ناشناخته بود ولی خب بازار با یک تقاضای بالایی مواجه بود، تقاضایی که بسیار بیشتر از عرضه بود و خب به راحتی نمیشد در این بازار ورود کرد، ولی به هر حال بازار یک روند مثبتی رو به دلیل افزایش تقاضا، فزونی تقاضا نسبت به عرضه تجربه میکرد. اصلا همینطور که میبینید روند کاهش‌های بسیار کمی رو داره نشون میده. به شدت هم کنترل میشد بازار، دامنه نوسان به شدت محدود بود، جلوی نوسانات به شدت گرفته میشد. برای سهم‌های مختلف دامنه نوسان مختلف و متفاوتی وضع میشد، بسته به اینکه شرکت چقدر رشد کرده محدودتر میشد نوساناتش و خب طبیعی بود که سخت هم بود ورود به این بازار و سهم به راحتی گیر سرمایه گذاران نمی اومد. نقشه‌بندی خیلی بالایی نبود، ولی روند بازار رو دارید ملاحظه میکنید که چطور بوده. سال 79 هم داریم این رو میبینیم، 60% بازار سعودی بوده، روند بسیار روند مثبتی بوده. مشخصه که تقاضا به شدت بیشتر از عرضه بوده. اینجا هم باز نقشه‌بندی قاعدتا نقشه‌بندی خیلی بالایی نبوده، ولی بازار به شدت کنترل می‌شده به نحوی که یک روند ملایم مثبتی بازار داشته باشه و در پایان سال 79 هم می‌بینیم که بازار 60% رشد داشته بعد از سعودی که سال 78 هم تجربه کرده بود. سال 80 هم باز روند سعودی هست، 44% بازار مثبته. برای یه مقطعی تنها 6% نزول شاخص رو در سال 80 می‌بینیم که بازار تجربه کرده، پشت سر گذاشته، نزول چندان قابل توجهی نبوده و
می‌بینیم که به طور پیاپی بازار داره رشد میکنه. خب اینا همه نشون میده که بازار داره کنترل میشه و تقاضا زیاده نسبت به عرضه بیشتر، روند مثبتی رو بازار داره طی میکنه و به شدت هم بازار داره کنترل میشه. همونطور که عرض کردم خب عمق بازار هم به شدت کم بوده. سال 81 هم باز یک رشد 51% رو میبینیم که بازار پشت سر میذاره، به جز 2 مقطع کوتاه، یکی اواسط سال یکی اواخر سال که باز اینجا 2 تا 6% بازار افت رو تجربه میکنه. در کل بازار روند مثبتی رو داره، 51% رشد داشته بازار. خب در این سالها بازار رشد خیلی خوبی رو داشته، ولی نقدشوندگی بازار کم بوده، بازار به شدت کنترل می شده، نوسانات بازار خیلی کم بوده، دامنه نوسان به شدت محدود بوده و خب انتقاداتی بوده نسبت به نقدشوندگی بازار، نسبت به اینکه سهام به راحتی در اختیار سرمایه‌گذار ممکنه قرار نگیره، ولی روند بازار روند مطلوبی بوده برای کسانی که سهام تونستن خریداری بکنن. خب در پایان سال 81 آغاز سال 82 سکان هدایت بازار سرمایه در اختیار جناب آقای دکتر عبدو قرار میگیره. رویکرد ایشون متفاوت بوده نسبت به رویکرد جناب آقای دکتر میر مطهری. ایشون دامن نوسان رو بازتر میکنن، سعی میکنن که نقدشوندگی رو افزایش بدن و با این پیش‌فرض که به هر حال بازار یک رشدی میکنه و به یک ثباتی میرسه، یک بازار متوقف میشه و به یک تعادلی دست پیدا میکنه. ولی میبینیم که از ابتدای سال بعد از اون رشدهایی که در چند سال قبل بازار تجربه کرده بوده، از ابتدای سال 82 تا 85 این سال، یعنی در کمی بیشتر از 5 ماه، یک رشد خیره کننده 97% رو بازار پشت سر میذاره. نوسانات به شدت زیاد میشه و مثلا فرض کنید در 8/5/82 بازار بیش از 4% رشد میکنه، شاخص مثبت 4.43% رشد میکنه. چند روز بعدش 13/5/82 بازار منفی 4.18 افت میکنه. نوسانات داره خیلی شدید میشه، اصلا همچین نوساناتی تا اون زمان بازار تجربه نکرده بوده. پیش از اون 12/3/82 بازار 1.13 رشد میکنه. فرداش یعنی 13/3/82 بعد از اون رشد بیش از 1% باز 5.24% بازار رشد میکنه. رشد به شدت زیاد میشه، نوسانات خیلی بیشتر میشه و خب اینا اتفاقی که بعد از افزایش دامن نوسان و کاهش کنترل نوسانات به وجود میاد. مسئولین وقتی بازار سرمایه نگران میشن که بازار داره حبابی میشه، ممکنه با افت مواجه بشه و در مصاحبه‌هاشون اعلام میکنن، از سرمایه گذاران میخوان که کسی خونه‌شو نفروشه، کسی ماشینشو نفروشه، وارد بازار سرمایه بشه. ولی این رشدی که بازار تجربه کرده دیگه چنان تهییج میکنه سرمایه گذاران رو که همه به شدت رو میارن به بازار. یه رشد خیلی خوبی رو که پیش از 82 داشتیم، چند ماه اول 82 هم که میبینید یک رشد بسیار زیادی داشته، دیگه بازار واقعا ظرفیت پولی که داشته واردش میشده رو نداشته و قیمت‌ها به شدت میرفتن بالا. به هر حال این باعث میشه که اون رویکرد افزایش دامن نوسان دچار تغییر نگرش بشه و برای یه مقطعی دامن نوسان نامتقارن میشه و اجازه رشد قیمت نمیدن، یعنی دامن نوسان تبدیل میشه به 0 و -5. صرفا سهم‌ها میتونستن قیمتشون رو کاهش بدن. میبینیم که برای یه مقطعی کمی شاخص متعادل میشه و کمی هم افت میکنه، بعد از اون دامنه دوباره متعادل میشه. این دامنه نامتقارن 0 و -5 خیلی طولانی نبود و برای کمی متوقف کرد روند رشد شدید شاخص رو. نهایتا سال 82 با 139% رشد به پایان میرسه. اما در همین ساله که حجم مبنا به عنوان یک متغیر تاثیرگذار و کنترل کننده نوسانات پا به عرصه بازار سرمایه میذاره. زمانی که خواستن حجم مبنا رو ابداع بکنن چند پیش‌فرض در نظر گرفتن. اولین پیش‌فرض این بود که سهام شناور شرکت‌ها 20%. البته خب برخی شرکت‌ها
سهام شناور بیشتری دارن، بعضی سهام شناورشون کمتره، اون زمان هم همینطور بود، ولی به طور میانگین سهام شناور 20% رو در نظر گرفتن برای شرکت ها. تعداد روزهای کاری در سال رو هم 225 روز در نظر گرفتن و این فرض رو مبنای کار قرار دادن که اگر یک شرکتی بخواد کل دامنه نوسان روزش رو پر بکنه، باید در طول سال سهام شناورش یک بار گردش بکنه. یعنی اون 20% سهام شناور در طول سال باید یک بار گردش بکنه که به طور متوسط اجازه بدن هر روز کل دامنه نوسان شرکت پر بشه. خب پس با این پیشفرض 20% تقسیم 225 روز کاری که میشه، میرسیم به عدد 8 در 10,000. بنابراین 8 در 10,000 رو ضرب کردن در تعداد سهام منتشره شرکت ها و گفتن هر شرکت باید هر روز اینقدر معامله انجام بده، اینقدر حجم معامله شرکت باید داشته باشه که بهش اجازه بدیم کل دامنه نوسان اون روزش رو پر بکنه. اجازه بدیم مثال بزنیم. اگر که یک شرکت الف رو در نظر بگیریم که تعداد سهام منتشرش 1 میلیارد باشه، یعنی 1000 میلیارد ریال سرمایه‌اش باشه، تعداد سهام منتشرش 1 میلیارد سهم باشه، ضرب در اون 8 در 10,000ش اگر بکنیم، میرسیم به حجم 800,000. یعنی حجم مبنای این شرکت الف با اون فرمول 8 در 10,000 میرسه به برابر میشه با 800,000 سهم. حالا این چطور خودش رو نشون میده در نوسانات بازار؟ فرض کنید که این شرکت الف حجم مبناش همونطور که دیدیم 800,000 سهم باشه. در یک روز فرض کنید که حجم معاملات این شرکت 400,000 باشه، یعنی 400,000 سهم این شرکت معامله شده باشه، نصف حجم مبنا. اگر قیمت پایانی این شرکت الف پیش از تعدیل توسط حجم مبنا 5% بوده باشه، یعنی فرض کنید که یک شرکت این روز رو کل 5% داشته معامله می شده و روز خوبی رو از نظر معاملاتی طی کرده، روی قیمت صفر داشته 5% ازش معامله می شده، ولی صرفا نصف حجم معاملاتش، نصف حجم مبناش معامله شده، صرفا 400,000 سهم معامله شده، در حالی که حجم مبناش از 800,000. قیمت متعادل میشه متناسب با نسبت حجم معاملات به حجم مبنا. قیمت پایانی نصف اون قیمت پایانی پیش از تعدیل میشه، یعنی اون 5% تبدیل میشه به 2.5%. حالا اگر 3% بود میشد 1.5%، اگر منفی 5 بود میشد منفی 2.5، اگر منفی 3 بود میشد منفی 1.5. به هر حال اون نسبت میاد خودش رو نشون میده در قیمت پایانی، یعنی اون نسبت حجم معاملات به حجم مبنا ضرب میشه در قیمت پایانی پیش از تعدیل و قیمت پایانی نهایی رو به ما میده. اگر حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا بود، دیگه کل قیمت پایانی لحاظ خواهد شد، تعدیلی درش نخواهد داشت. یعنی اگر که در این مثال شرکت الف حجم معاملات بالای 800,000 تا بود، قیمت پایانی همون 5% در نظر گرفته میشد. خب بعد از سال 82 روش محاسبه حجم مبنا دچار تغییراتی شد. یکی از تغییرات مهم بود که اون ضریب 8 در 10,000 نصف شد 4 در 10,000 که عملا باعث شده که حجم مبنا نصف بشه. کنترلگریش خب کمتر میشه، در این وضعیت نصف میشه و یک حد اقل هم براش در نظر گرفته شد. حد اقلش ریالی هست، یعنی 15 میلیارد ریال یا 1.5 میلیارد تومان حد اقل حجم مبنا در نظر گرفته شده و حد اکثر هم اگر سرمایه شرکت تا 20,000 میلیارد ریال باشه، حد اکثر 100 میلیارد ریال یا 10 میلیارد تومان. اگر که سرمایه بیش از 2,000 میلیارد تومان باشه، حجم مبنا 12 میلیارد تومان در نظر گرفته میشه. هر هفته هم این به روز رسانی میشه، یعنی بر اساس قیمت آخرین روز معاملاتی هفته این حد اقل و حد اکثر حجم مبنا به روز رسانی میشه، برای هفته بعد مورد استفاده قرار میگیره. ببینید اینجا اتفاقی که داریم میبینیم میفته اینی که حجم مبنا در شرایط فعلی صرفاً تابعی هست از تعداد سهام منتشره یا سرمایه شرکت و این مسئله باعث میشه که زمانی که ارزش معاملات شرکت افزایش پیدا بکنه، مثل اتفاقی که در سال
99 شاهدش بودیم دیگه حجم مبنا چندان مؤثر نباشه در کنترل شرکت. بنابراین همونطور که